امروز میخوام یه ترچین مرغ زعفرونی خیلی خوشمزه رو بپزیم با هم. من سعی کردم توی این غذا تمام نکاتش رو بگم که هیچ موردی جا نمونه. 4 لیوان دسته‌دار برنج رو پاک میکنیم. من این غذا رو برای 6 نفر تدارک دیدم. برنج رو میشوریم و مقداری آب اضافه میکنیم. میذاریم 2 الی 3 ساعت خیس بخوره. میتونید مقداری هم نمک موقع نرم کردن به آب برنج اضافه کنید. میتونید هم اضافه نکنید. این غذا نیاز به مرغ داره که من از 3 تیکه سینه مرغ استفاده کردم. اونا رو با مقداری نمک و کمی آب و هل میذاریم تا بپزه. اول شعله رو زیاد میکنیم، جوش که اومد کمش میکنیم. زمان پخت این مرغ حدوداً 2 ساعته. خب حالا تا موقع که مرغا داره میپزه ما مایه تحچین رو آماده میکنیم. 2 عدد تخم مرغ، 1.5 لیوان ماست، مقداری زعفرون و کمی نمک و هل رو با هم مخلوط میکنیم. کمی هم میزنیم تا مواد صاف و یک دست بشه. بعد میذاریمش توی یخچال تا زعفرون رنگ خودش رو پس بده. مرغای پخته شده رو استخوناش رو جدا میکنیم. به تیکه های کوچیک خورد میکنیم. کمی زعفرون رو با گلاب مخلوط میکنیم. به مرغ‌های خرد شده اضافه میکنیم. کمی هلم بهش اضافه میکنیم. خب حالا باید برنجمون رو بپزیم.
اول آب برنج رو که نم کرده بودیم دور میریزیم. ما برای پخت این برنج که به صورت دمی میخوایم آماده کنیم به 4 لیوان آب نیاز داریم. چون 4 لیوان برنج داشتیم 4 لیوان هم آب نیاز داریم و مقداری نمک، 1 قاشق تقریبا نمک. من چون از نمک سنتی استفاده میکنم نمک رو با مقداری آب حل میکنم که ناخالصیاش که تهنشین شد به برنجمون اضافه میکنم. توجه داشته باشین که این برنج به صورت دمی پخت میشه و نیاز به آبکش نداره. اول شعله رو زیاد میکنیم، جوش که اومد کمش میکنیم و اجازه میدیم که برنجمون آروم آروم بپزه. بعد از اینکه آب برنج به خورد برنج رفت و دیگه آبی تهش نمونده بود، پخت برنج ما کامل شده. حالا یه قابلمه دیگه برمیداریم، زیرش رو روشن میکنیم، کمی روغن میریزیم. من از روغن حیوانی استفاده کردم، شما میتونین از کره یا هر روغنی که دوست دارین استفاده کنید. روغن که داغ شد مایه تخم مرغ و ماستمون رو که گذاشته بودیم تا رنگش رو پس بده رو برمیداریم، کمی برنج رو بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم، روی روغن ها میریزیم. درب قابلمه رو میذاریم. 1-2 دقیقه بعد دوباره مقداری برنج روی این مایه میریزیم. این کار رو برای چی انجام میدیم؟ به خاطری که این مایه یه کمی خودش رو بگیره و کمی سفت بشه. برنجا رو که یکم دیگه که برنج ریختیم روش، قطعات مرغ رو که با زعفران مخلوط کرده بودیم روی سطح برنجا میریزیم که تمام قسمت قابلمه رو پوشش بده. مرغا رو که ریختیم حالا نوبت اضافه کردن زرشکار هم اضافه میکنیم. بعد از اون بقیه برنج ها رو روی زرشک و مرغ و مایه اولیه میریزیم. در قابلمه رو میذاریم، شعله اجاق رو کم میکنیم، به مدت 45 الی 1 ساعت میذاریم تا برنجمون دم بکشه. بعد از اینکه پخت برنج کامل شد مقداری روغن داغ میکنیم، رو سطح برنج میریزیم. حالا دیگه برنج ما آماده‌ایه. یه ظرفی که مناسب با قابلمه باشه، با سطح قابلمه باشه، روی قابلمه میذاریم. این تهچینمون رو برمیگردونیم و میل میکنیم.
تحچین مرغ زعفرونی ما حالا آماده است. امیدوارم که خوشتون بیاد و لذت ببرید. چنانچه درست کردید و پیشنهادی، نظری، اشکالی، چیزی داشتید، خوشحال میشم که کامنت بذارید و نظرتون رو بگین. خیلی دوستتون دارم. ممنون.